داستان ترسناک روح دختر بچه. ساعت حدود 2:30 شب بود و من که تازه از مهمانی دوستم آمده بودم مشغول رانندگی به سمت خانه بودم. من در بیگو واقع در شمال جزیره گوام زندگی می کنم. از آنجایی که به شدت خواب‌آلود بودم ضبط ماشین را روشن کردم تا احیانا خوابم نبرد. سپس کمی به سرعت ماشین افزودم آنچنان که سرعتم از حد مجاز بالاتر رفت. اواسط راه بودم که ناگهان دختر بچه را کنار جاده دیدم. سنگینی نگاه خیره اش را کاملا روی خودم احساس می کردم. در حالی که از سرعتم کاسته بودم از خودم می پرسیدم که دختر بچه‌ای به آن سن و سال در آن وقت شب کنار جاده چه می کند؟ می خواستم دنده عقب بگیرم که ناگهان احساس کردم شخصی نزدیکم حضور دارد. وقتی از آینه نگاهی به عقب انداختم نزدیک بود از وحشت قلبم بایستد، چرا که همان دختر بچه را دیدم که صورتش را به شیشه پشت ماشین چسبانده بود. ابتدا تصور کردم که دچار توهم شده‌ام. در نتیجه بعد از کلی کلنجار رفتن دوباره از آینه نگاهی به عقب انداختم. ولی زمانی که چیزی را ندیدم تا حد زیادی بیخیال شدم. وقتی به کنار جاده نگاهی انداختم آنجا هم اثری از دخترک ندیدم. آینه ماشینم را به بالا قرار دادم تا بار دیگر با آن صحنه هولناک مواجه نشوم. اگرچه هنوز هم همان احساس عجیب همراهم بود. احساس می‌کردم تنها نیستم. با ناراحتی و تا حدی وحشت زده به سرعت به سمت منزل به راه افتادم و خدا می کردم که پلیس در این حین به علت رانندگی با سرعت غیر مجاز دستگیرم نکند. طولی نکشید که آن احساس عجیب را از یاد بردم و از اینکه به خانه خیلی نزدیک شده بودم تا حدی احساس آرامش می کردم. ولی درست زمانی که مقابل راه ورودی خانه ام رسیدم همان احساس عجیب که این مرتبه عجیبتر از قبل بود به سراغم آمد. وقتی به سمت پیاده رو نگاهی انداختم دخترک را آنجا دیدم. او کنار پیاده رو نشسته بود و به من لبخند می‌زد. من شوک شده بودم. ناگهان کنترل ماشین را از دست دادم و با درخت مقابل خانه برخورد کردم. در حالی که بی خود و بی جهت نعره می زدم از پنجره ماشین به بیرون پرتاب شدم. در اثر داد و فریادهایم پدر و مادرم و همسایه ها از خواب پریدند و دوان دوان به سراغم آمدند تا ببینند جریان از چه قرار است. ابتدا پدر و مادرم به من دلداری دادند، ولی وقتی کل ماجرا را برایشان تعریف کردم پدرم به سرزنشم پرداخت که چرا آبروریزی به راه انداخته‌ام. همسایه ها را از خواب بیدار کرده‌ام و ماشین را داغون کرده‌ام. ولی من حتم داشتم که روح دیده‌ام و دچار توهم نشده‌ام. چند روز بعد به همان نقطه‌ای رفتم که دخترک را دیده بودم. در آنجا زیر علف‌ها یک صلیب کوچک را پیدا کردم. ظاهراً در آن نقطه سالها قبل دخترکی به همراه خانواده‌اش در اثر یک سانحه رانندگی کشته شده بودند. البته مطمئن نیستم ولی تصور می‌کنم که آن شب او قصد داشت سوار ماشینم شود. هرگز آن شب کذایی را از یاد نمیبرم و از بعد از آن هر وقت که شب دیر وقت به خانه برمیگردم شخصی را همراه خود میکنم. خب وقتی به این داستان فکر میکنی و اون رو برای خودت تجسم میکنی به نظر چقدر ترسناکه؟